به نام خدا. سلام دوست عزیز، به ویدیوی بعدی خوش آمدید. در این ویدیو ما درباره خود پروگرام نویسی صحبت میکنیم که پروگرامینگ یا پروگرام نویسی چی هست و هدفش چی از مختلف چی استفاده میشه. خود پروگرامینگ از نگاه تعریفش ستی از انسترکشن های است که به کامپیوتر داده میشه. هر فرمان یا انسترکشنی که به کامپیوتر داده میشه یک وظیفه بسیار کوچک انجام میده، اما بسیار دقیق. وظیفه که انجام میده و بسیار کوچک هم باشه، بسیار دقیق می باشه و اما یک وظیفه خاص در یک وقت می باشه. یعنی هر انسترکشن اما یک وظیفه را در یک وقت انجام میده. در پروگرامینگ ما ایدیا یا یک پرابلمی که بسیار بزرگ است را ما با بخش های کوچک تقسیم میکنیم و بعد از او هر استپ ما پروگرام میکنیم. یعنی ما هر پروگرامی که نوشته میکنیم او را استپ به استپ نوشته میکنیم، اما نمیشه که یک پروگرام یا یک ایدیایی که داریم او را به یک بارگی همیشه نوشته کنیم و این کاری است که هر کس میتونه انجام بده. یعنی یک کاری که او مراحل بسیار زیاد داشته می باشه او را به بخش های کوچک تقسیم کنه. حتی شما هم این کار کرده میتونین. به طور مثال اینجا ما یک مثال بر شما آوردیم تا خوبتر بفهمین. خب فکر کنین که شما مثلا در خانه تان شیشتین و یک دوستان برتان تماس میگیره که میخواه خانه شما بیایه. برتان میگه که مثلا من در این موقعیت هستم. خب امی فاصله بین شما و دوستان فاصله است که یا همراهی است که شما روزانه از او را مرور و عبور میکنین و میفهمین که مثلا دوست شما در این موقعیت قرار داره و ما یا خانه ما در این موقعیت. خب نمیشه شما بر دوستان بگین که مثلا مستقیم به خانه شما بیایه. شما باید امی مسافه را به بخش ها کوچک تقسیم کنین و برشان بگین که مثلا به چی طریق برشان آسان تر شود که به خانه شما برسه. وقتی این کار شما میاین امی راهی که بین یا فاصله که بین شما و دوستان است این را به بخش های کوچک تقسیم میکنین. به این شکل مثلا اول برش میگین که به طرف راست دور بخو، بعد از او برش میگین که فاصله 1 کیلومتر طی کو و بعد از او مثلا به طرف چپ تان یک چاره‌ای، هر چاره‌ای که باشه او چاره‌ای به او چاره‌ای میرسین. بعد از او برش میگین که کوچه یا سرک دوم به طرف راستان از این را بیاین و در آخر هم برش میگین که به طرف چپ تان خانه چهارم خانه ما است. خب در اینجا شما چی کردین؟ فاصله یا مرحله بسیار طولانی را به بخش‌های کوچک تقسیم کردین و شما به دوستان کمک کردین که به شکل بسیار آسانش به خانه شما برسه. و چیزی که بسیار مهم است در اینجا مراحلی که طی میشه بسیار مهم است. مثلا اگر شما به دوستان بگین که اول به طرف راست دور بخو، بعد از 1 کیلومتر طی کو. این استپ با استپی که مثلا اگر شما برشان بگین که اول 1 کیلومتر طی کو، بعد از به طرف راست دور بخو، این دو مرحله را شما میبینید که بسیار فرق داره. مثلا در اول دوست شما به طرف راست میچرخه، بعد از او 1 کیلومتر طی میکنه. اما در استپ دومی که ما اولویت مرحله ها را تغییر میدیم، در اینجا اول دوست شما 1 کیلومتر طی میکنه، بعد از او به طرف راست دور میخوره. یعنی در اینجا مراحلی که طی میشه یا هر استپی که گرفته میشه باید به شکل منظم باشه. یعنی ما هر استپ یا هر مرحله کوچک را که انجام میدیم به صورت منظم باید انجام میدیم. یعنی از اولی به دومی به سومی به می شکل پیش میره. خب در اینجا شما خود فکر کنین که پروگرامینگ خب به این شکل نیست که مثلا شما به طرف چپ یا راست دور بخورین. به این شکل پروگرامینگ نیست. وقتی شما پروگرام های بسیار بزرگ مثل فوتوشاپ میبینید، وبسایت های مثل یوتیوب، فیسبوک ها رو میبینید،
اینا خب یعنی پروگرام های بسیار مغلق هستند. در حقیقت هر پروگرام، هر اپلیکیشن، او دسکتاپ باشه، موبایل اپلیکیشن باشه و یا یک وبسایت باشه، همشان به صورت عمود دستورالعمل های است که به کامپیوتر داده شده و کامپیوتر به صورت منظم هر دستورالعمل در جایش اجرا میکنه. فرقشان این است که در این پروگرام ها مجموع این دستورالعمل ها بسیار زیاد است، یعنی با ده ها پروگرامر یا پروگرام نویس شیشته و او انسترکشن ها را بر کامپیوتر میته و او انسترکشن ها را به شکل منظمش نوشته میکنه تا کامپیوتر او را بفهمه و هر انسترکشن یا هر فرمانی که میگیره کامپیوتر او را در وقتش اجرا کنه. در حقیقت پروگرامینگ چیزایی مثل جمع کردن دو نمبر است و یا ما به کامپیوتر میگیم که یک حرف انگلیسی را مثلا روی اسکرین کامپیوتر برای ما نشان بده، یا به کامپیوتر این اینسترکشن میتیم که چک کنه که آیا یوزر سپیس بار یا مو کلید سپیس بار آیا پرس کرده یا خیر. کامپیوتر هر چیزی که شما توسط این فرمان ها به کامپیوتر میتین و او فرمان میگیره و نظر به او فرمان تصمیم میگیره یا کار خاص را انجام میده. خود کامپیوتر هیچ کاری کرده نمیتونه. هر کاری که کامپیوتر میکنه او توسط پروگرام نویس برش گفته میشه که چگونه و چی وقت کدام کار باید انجام بده. این فرمان ها یا اینسترکشن هایی که به کامپیوتر داده میشه این نیاز به یک زبان پروگرام نویسی داره که ما یک زبان پروگرام نویسی را انتخاب میکنیم و ساینتکس از او زبان استفاده کرده به کامپیوتر ما میفهمانیم که چگونه کدام کار را انجام بده و کدام کار را انجام نده. خب بس بعدی ما درباره همین زبان های پروگرام نویسی است. او را ما در ویدیوی بعدی میخوانیم که زبان پروگرام نویسی چی است. از شما دوستان میخواهیم که چینل را سابسکرایب کنید تا ویدیوهایی که نو آپلود میشه دسترس شما قرار بگیره. تشکر.